رادیوی تاجیکستان تقدیم می‌دارد. من چی گویم وصف آن عالی جناب، نیست پیغمبر ولی دارد کتاب. مثنوی معنوی مولوی، هست قرآن در زبان پهلوی. مثنوی معنوی. مثنوی معنوی. محفل ادبی و افتخار 800 سالگی مولانا محمد جلال الدین بلخی. صدر محفل حاجی اسماعیل پیر محمد زاده. ملاقی شدن رسول قیصر روم با عمر رضی الله عنه برخورد کردن او به سالک حقیقی است که در شخصیت یک امیر او فقیر را می‌بیند که اصل گپ هم در همین است. تواضع ز گردن فرازان نکوست، گدا گر تواضع کند خوی اوست. و عموما من اراد ان یجلس مع الله فلیجلس مع اهل التصوف. و آوردن قصه طوطی دیگر را که به طوطیان هندوستان عرض حال می‌فرستد و بعد شنیدن حال طوطی مرده می‌گردد، چون این طوطی محبوس این را می‌شنود و سیر را پیخست می‌کند و خود را مرده می‌سازد و چون او را به بیرون قفس می‌پرتایند او در حال آزادی را حس می‌کند و به دوری ها پرافشان می‌شود. در راه طریقت مردن پیش از مردن است. برگ درختان سبز در نظری هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفتی کردگار. زنده گردانیدن بعد از میرانیدن حق است. تو حال درختان را یک نظاره بکن. زمستان میمیرند و بهاران به ید قدرت خداوند زنده میشوند. اکنون میپردازیم به خواندن ادامه مثنوی معنوی. خواننده ها نظام قاسم، شرافت عبدالنظر، خیرالله ابراهیم و حاجی اسماعیل پیر محمد زاده. یافتن رسول روم امیر المؤمنین عمر را رضی الله عنه خفته به زیر درخت. آمد او آنجا و از دور ایستاد، مر عمر را دید و در لرز افتاد. هیبت زان خفته آمد بر رسول، حالت خوش کرد بر جانش نزول. مهر و هیبت هست ضد همدیگر، این دو ضد را دید جمع اندر جگر. گفت با خود من شهان را دیده ام، پیش سلطانان مه و بگزیده ام. از شهانم هیبت و ترس نبود، هیبت این مرد هوشم را ربود. رفتم در بیشه شیر و پلنگ، روی من زیشان نگردانید رنگ. بس شدستم در مصاف و کارزار، همچو شیر آن دم که باشد کارزار. بس که خوردم بس زدم زخمی گران، دل قوی تر بودم از دیگران.
بی سلاح این مرد خفته بر زمین، من به 7 اندام لرزان چیست این؟ هیبتی حق است این از خلق نیست، هیبتی این مرد صاحب دلق نیست. هر که ترسید از حق و تقوا گزید، ترسد از وی جن و انس و هر که دید. اندر این فکرت به حرمت دست بست، بعد 1 ساعت عمر از خواب جست. کرد خدمت مر عمر را و سلام، گفت پیغمبر سلام آنگه کلام. پس علیکش گفت و او را پیش خواند، ایمینش کرد و به پیش خود نشاند. لا تخافو هست نزل خایفان، هست در خور از برای خایف آن. هر که ترسد مرو را ایمین کنند، مردلی ترسیده را ساکن کنند. آنکه خوفش نیست چون گویی مترس، درس چی دهی نیست او محتاج درس. آن دل از جا رفته را دلشاد کرد، خاطری ویرانش را آباد کرد. بعد از آن گفتش سخنهای دقیق، و صفات پاک حق نعم الرفیق. و از نوازش های حق ابدال را، تا بداند او مقام و حال را. حال چون جلوه زان زیبا عروس، وین مقام آن خلوت آمد با عروس. جلوه بیند شاه و غیر شاه نیز، وقتی خلوت نیست جز شاه عزیز. جلوه کرده خاص و آمان را عروس، خلوتن در شاه باشد با عروس. هست بسیار اهل حال از صوفیان، نادر است اهل مقام اندر میان. از منازلهای جانش یاد داد، و سفرهای روانش یاد داد. و زمان که زمان خالی بود است، و از مقام قدس که جلال بود است. و از هوای کندرو سیمرغ روح، پیش از این دید است پرواز و فتوح. هر یک پروازش از آفاق بیش، و از امید و نخمتی مشتاق بیش. چون عمر اغیارو را یار یافت، جان او را طالب اسرار یافت. شیخ کامل بود و طالب مشتهی، مرد چابک بود و مرکب درگهی. دید آن مرشد که او ارشاد داشت، تخم پاک اندر زمین پاک کاشت. سوال کردن رسول روم از امیرالمؤمنین عمر رضی الله عنه. مرد گفتش که امیرالمؤمنین، جان ز بالا چون در آمد در زمین؟ مرغ بی اندازه چون شد در قفس؟ گفت حق بر جان فسون خواند و قصه است. بر آدمها کار ندارد چشم گوش، چون فسون خواند همه آید به جوش. از فسون او آدمها زود خوش معلق میزند سوی وجود. باز بر موجود افسون چو خواند، زود و از در آدم موجود. گفت در گوش گل و خندانش کرد، گفت با سنگ و حقیقی کانش کرد. گفت با جسمانیت تا جان شد و گفت با خورشید تا رخشان شد. باز در گوشش دمد نقطه مخوف، در رخ خورشید افتد صد کسوف. تا به گوش حق آن گویا چه خواند، کو چو مشک از دیده خود اشک راند. تا به گوش خاک حق چی خوانده است، کو مراقب گشت و خاموش مانده است. در تردد هر که او آشفته است، حق به گوش خود معما گفته است. تا کند محبوسش اندر دو گمان، آن کنم کو گفت یا خود زیدی آن. هم زند پنجه یا در یک طرف، زان گوید را برگزیدم زان کنم. گر بخواهید در تردد هوش جان، کم فشان این پنبه
فرمان با اماهاش را تا کنی این را رمز و فاش را. پس محل وحی گردد گوش جان، وحی چی بود گفتن از حس نهان. گوش جان و چشم جان جز این حس است، گوش عقل و گوش زن زین مفلس است. لفظ جبران عشق را به صبر کرد، وانکه عاشق نیست حبس جبر کرد. این معید با حق است و جبر نیست، این تجلی این مه است این امر نیست. بر بود آن جبر مومن نیست، جبر آن اماره خودکامه نیست. جبر را ایشان شناسنده بسر، که خدا بکشادشان در دل بسر. غیب آیندت بر ایشان گشت فاش، ذکر بازی پیش ایشان گشت لاش. اختیار و جبر ایشان دیگر است، خطره ها در صدفها نوحن است. هست بیرون خطره خرد و بزرگ، در صدف آن دور خرد است و سترگ. طعم نازی آهو است آن طعم را، از برون خون از درون شان مشکها. تو مگو که مایه بیرون خون بود، چون رود در ناف مشکل چون شود. تو مگو که مس برون بود مستقر، در دل اکسیر چون گیرد آمد. اختیار و جبر در تو بود خیال، چون در ایشان رفت شد نوعی جوال. نان چو در سفره است باشد آن جمال، در تن مردم شود آبروی شاه. در دل سفره نگردد مستقیم، مستقیمش جان دارد از سلسله. قوت جان است این ای راستخوان، تا چه باشد قوت آن جان جان. گوشت پاره آدمی با عقل و جان، می شکافد کون با عقل و جان. ذوق جان کروهکن شرط حجر، ذوق جان در این شرط القمر. گر کش آید بر سر عنوان راز، جان با سوی عرش سازد تاز. اضافت کردن آدم آن زلت را به خویشتن که ربنا ظلمنا، و اضافت کردن ابلیس گناه خود را به خدای تعالی که بما اغویتنی. کرد حق و کرد ما هر دو ببین، کرد ما را هست دان پیداست این. گر نباشد فعل خلق اندر میان، پس مگو کس را چرا کردی چنان. خلق حق افعال ما را موجد است، فعل ما آثار خلق ایزد است. ناطق یا حرف بیند یا غرض، کی شود یک دم محیط دو عرض. گر به معنی رفت شد غافل ز حرف، پیش و پس یک دم نبیند هیچ طرف. آن زمان کی پیشی بینی آن زمان، تو پس خود کی ببینی این بدان. چون محیط حرف و معنی نیست جان، چون بود جان خالق این هر دوان. حق محیط جمله آمد ای پسر، و ندارد کارش از کار دیگر. گو شیطان که بما اغویتنی، کرد فعل خود نهان دیویدنی. گفت آدم که ظلمنا نفسنا، او ز فعل حق نبود غافل چما. در گناه او از ادب پنهانش کرد، زان گناه بر خود زدن او بر بخورد. بعد توبه گفتش ای آدم نه من آفریدم در تو آن جرم و محن. نه که تقدیر قضای من بودان، چون به وقت عذر کردی آن نهان. گفت ترسیدم ادب نگذاشتم، گفت من هم پاس آنت داشتم. هر که آرد حرمت او حرمت برد، هر که آرد قند لوزی نخورد. طیبات از بهر کی للطیبین، یار را خوش کن برنجان و ببین. یک مثال ای دل پی فرق بیار، تا بدانی جبر را در اختیار.
دست کن لرزان بود از ارتعاش، وان که دست تو بلرزان زجاش. هر دو جنبش آفریده حق شناس، لیک نتوان کرد این با آن قیاس. زان پشیمانی که لرزانی دیش، مرتعش را کی پشیمان دیدیش. بحث عقل است این، چی عقل آن حیلگر، تا ضعیف ره برد آنجا مگر. بحث عقلی گر در و مرجان بود، آن دیگر باشد که بحث جان بود. بحث جان اندر مقام دیگر است، باده جان را قوام دیگر است. آن زمان که بحث عقلی ساز بود، این عمر با بوالحکم همراز بود. چون عمر از عقل آمد سوی جان، بوالحکم بوجهل شد در حکم آن. سوی حس و سوی عقل او کامل است، گرچه خود نسبت به جان او جاهل است. بحث عقل و حس اثر دان یا سبب، بحث جانی یا عجب یا بوالعجب. ضوء جان آمد نماند مستضی، لازم و ملزوم نافی مقتضی. زان که بینایی که نورش بازیغ است، از دلیل چون عصا بس فارغ است. تفسیری و هو معکم اینما کنتم. بار دیگر ما به قصه آمدیم. ما از آن قصه برون خود کی شدیم. گر به جهل آییم آن زندان اوست، ور به علم آییم آن ایوان اوست. ور به خواب آییم مستان ویم، ور به بیداری به دستان ویم. ور بگیریم ابر پرزرق ویم، ور بخندیم آن زمان برق ویم. ور به خشم و جنگ عکس قهر اوست، ور به صلح و عذر عکس مهر اوست. ما کیم اندر جهان پیچ پیچ، چون الف او خود چی دارد؟ هیچ هیچ. سوال کردن رسول از عمر رضی الله عنه از سبب ابتلای ارواح با این آب و گل جسم. گفت: یا عمر، چه حکمت بود و سیر، حبس آن صافی در این جای قدیر. آب صافی در گل پنهان شده، جان صافی بسته ابدان شده. گفت: تو بحث شگرف میکنی، معنی را بندی حرف میکنی. حبس کردی معنی آزاد را، بندی حرف کردی تو یاد را. از برای فایده این کردی، تو که خود از فایده در پردهی. آن کی از وی فایده زاییده شد، چون نبیند آنچه ما را دیده شد. 100,000 فایده است و هر یک 100,000 پیش آن یک اندک. آن دمی نطقت که جزوی جزو هاست، فایده شد کلی کل خالی چراست. تو که جزوی کاری تو با فایده است، پس چرا در طعن کل آری تو دست؟ گفت را گر فایده نبود مگو، ور بود هل اعتراض و شکر جو. شکر یزدان طوق هر گردن بود، نه جدال و رو ترش کردن بود. گر ترش رو بودن آمد شکر و بس، پس چو سرکا شکرگوی نیست کس. سرکه را گر راه باید در جگر، گو بشو سرکن بین او از شکر. معنی اندر شعر جز با حب نیست، چون قلاسنگ است و اندر زب نیست.
الله فلیجلس مع اهل التصوف. آن رسول از خود بشد زین یک دو جان، نه رسالت یاد ماندش نه پیام. والا اندر قدرت الله شد، آن رسول اینجا رسید و شاد شد. سیل چون آمد به دریا برگشت، دانه چون آمد به مزرعه گشت کیشت. چون تعلق یافت نان با بوالبشر، نان مرده زنده گشت و با خبر. موم و هیزم چون فدای نار شد، ذات ظلمانی او انوار شد. سنگ سرمه چون که شد در دیدگان، گشت بینایی شد آنجا دیدبان. ای فلوکان مرد کز خود رسته شد، در وجود زنده پیوسته شد. وای آن زنده که با مرده نشست، مرده گشت و زندگی از وی بجست. چون تو در قرآن حق بگریختی، با روان انبیا آمیختی. هست قرآن حالهای انبیا، حامیان بحر پاک کبریا. ور بخوانی و نهی قرآن پذیر، انبیا و اولیا را دیده گیر. ور پذیرایی چو برخوانی قصص، مرغ جانت تن آید در قفس. مرغ کو اندر قفس زندانی است، می نجوید رستن از نادانی است. روح‌هایی که از قفس‌ها رستند، انبیای رهبری شایستند. از برون آوازشان آید ز دین، که رهی رستن تو را این است این. ما بدین رستیم زین تنگین قفس، جز تو این ره نیست چاره این قفس. خویش را رنجور سازی زار زار، تا تو را بیرون کنند از اشتها. که اشتهار خلق بندی محکم است، در رهی از بند آدم حکم است. قصه بازرگان که طوطی محبوس او را پیغام داد به طوطیان هندوستان هنگام رفتن به تجارت. بود بازرگان او را طوطی، در قفس محبوس زیبا طوطی. چون که بازرگان سفر را ساز کرد، سوی هندوستان شدن آغاز کرد. هر غلام و هر کنیزک را ز جود، گو بهر تو چی آرم گوی زود. هر یک از وی مراد خاص کرد، جمله را وعده بداد آن نیک مرد. گو طوطی را چی خواهی ارمغان، کارمت از خطه هندوستان. گفتشان طوطی که آنجا طوطیان، چون ببینی کن ز حال من بیان. کان فلان طوطی که مشتاق شماست، از قضای آسمان در حبس ماست. بر شما کرد او سلام و داد خواست، و از شما چاره رهی ارشاد خواست. گفت می شاید که من در اشتیاق، جان دهم اینجا بمیرم در فراق. این روا باشد که من در بند سخت، گاه شما بر سبزه گاه بر درخت. این چنین باشد وفای دوستان، من در این حبس و شما در گلستان. یاد آرید ای میهان زین مرغ زار، یک صبوحی در میان مرغزار. یاد یاران یار را میمون بود، خاصه کان لیلی و این مجنون بود. ای حریفان بت موزون خود، من قدح ها می خورم پرخون خود. یک قدح می نوش کن بر یاد من، گر همی خواهی که بدهی داد من. یا به یاد این فتاده خاک بیز، چون که خوردی جرعه بر خاک ریز. ای عجب آن عهد و آن سوگند کو، وعده های آن لبی چون قند کو. گر فراق بنده از بدبندگی است، چون تو با بد بد کنی پس فرق چیست. ای بده
که تو کنی در خشم و جنگ، با طربتر از سماع و بانگ چنگ. ای جفای تو ز دولت خوبتر، و انتقام تو ز جان محبوبتر. نار تو این است نورت چون بود، ماتمین تا خود که صورت چون بود. از حلاوت ها که دارد جور تو، و از لطافت کس نیابد غور تو. نالم و ترسم که او باور کند، و از کرم آن جور را کمتر کند. عاشقم بر قهر و بر لطفش بجید، بوالعجب من عاشقی این هر دو زید. والله هر زین خار در بستان شوم، همچو بلبل زین سبب نالان شوم. این عجب بلبل که بگشاید دهان، تا خورد او خار را با گلستان. این چه بلبل این نهنگ آتش است، جمله ناخوش ها ز عشق او را خوشی است. عاشقی کل است و خود کل است و او، عاشقی خویش است و عشق خویش جو. صفت اجنحه طیور عقول الهی. قصه طوطی جان ز انسان بود، کو کسی کو محرم مرغان بود. کو یک مرغ ضعیف بیگناه، و اندرون او سلیمان با سپاه. چون بنالد زار به شکر و گله، افتادن در 7 گردون غلغله. هر دمش 100 نامه 100 پیک از خدا، یا رب زو 60 لبیک از خدا. ذلت او به ز طاعت نزد حق، پیش کفرش جمله ایمان ها خلق. هر دم او را یک معراج خاص، بر سر تاجش نهد 100 تاج خاص. صورتش بر خاک و جان بر لامکان، لامکان فوق وهم سالکان. بل مکان و لامکان در حکم او، همچو در حکم بهشت 4 جو. شرح این کوته کن و رخ زین بتاب، دم مزن والله اعلم بالصواب. باز می گردیم ما ای دوستان، سوی مرغ و تاجر و هندوستان. مرد بازرگان پذیرفت این پیام، کو رساند سوی جنس از وی سلام. دیدن خواجه طوطیان هندوستان را در دشت و پیغام رسانیدن از آن طوطی. چون که تا اقصای هندوستان رسید، در بیابان طوطی چند بدید. مرکب ایستانید پس آواز داد، آن سلام و آن امانت باز داد. طوطی زان طوطیان لرزید بس، افتاد و مرد و بگسستش نفس. شد پشیمان خواجه از گفتی خبر، گفت رفتم در هلاک جانور. این مگر خویش است با آن طوطیک؟ این مگر دو جسم بود و روح یک؟ این چرا کردم، چرا دادم پیام، سوختم بیچاره را زان گفتی خام. این زبان چون سنگ و هم آهن وش است، وانچه بیچد از زبان چون آتش است. سنگ و آهن را مزن بر هم گزاف، گه زی روی نقل و گه از روی لاف. زانکه تاریک است و هر سو پنبزار، در میان پنبه چون باشد شرار. ظالم آن قومی که چشمان دوختند،
زان سخنها عالمی را سوختند. عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. جانها در اصل خود ایستاده‌اند، یک زمان زخمند و گاه مرهمند. گر حجاب از جانها برخاستی، گفت هر جان مسیحا ساستی. گر سخن خواهی که گویی چون شکر، صبر کن از حرص این حلوا مخر. صبر باشد مشت‌های زیرکان، هست حلوا آرزوی کودکان. هر کی صبر آورد گردون بر رود، هر کی حلوا خورد واپستر رود. تفسیر قول فریدالدین عطار قدس الله روحه. تو صاحب نفسی ای غافل، میان خاک خون میخور، که صاحب دل اگر زهر خورد آن انگبین باشد. صاحب دل را ندارد آن زیان، گر خورد او زهر قاتل را عیان. زان که صحت یافت و از پرهیز رست، طالب مسکین میان تب در است. گفت پیغمبر که ای مرد جیری، هان مکن با هیچ مطلوب میری. در تو نمرود است آتش در مرو، رفت خواهی اول ابراهیم شو. چون نیی سباه و نه دریایی، در میفکن خویش از خودداری. اوز آتش ورد احمر آورد، از زیانها سود بر سر آورد. کامل گر خاک گیرد زر شود، ناقص ار زر برد خاکستر شود. چون قبول حق بود آن مرد راست، دست او در کارها دست خداست. دست ناقص دست شیطان است و دیو، زان که اندر دام تکلیف است و ریو. جهل آید پیش او دانش شود، جهل شد علمی که در منکر رود. هرچی گیرد علت شود، کفر گیرد کامل ملت شود. ای میری کرده پیاده با سوار، سر نخواهی برد اکنون پایدار. تعظیم ساحران مر موسی را علیه السلام که چی می‌فرمایی؟ اول تو انداز عصا. ساحران در عهد فرعون لعین چون میری کردند با موسی بکین، لیک موسی را مقدم داشتند، ساحران او را مکرم داشتند. زان که گفتندش که فرمان آن توست، گر همی خواهی عصا تفگن نخست. گفت نه، اول شما ای ساحران افگنید آن مکرها را در میان. اینقدر تعظیم دینشان را خرید، که از میری آن دست و پاهاشان برید. ساحران چون حق او بشناختند، دست و پا در جرم آن در باختند. لقمه و نقطه است کامل را حلال، تو نی کامل مخور می باش لال. چون تو گوش او زبان جنس تو، گوشها را حق بفرمود انس تو. کودک اول چون بزاید شیرنوش، مدت خاموش بود او جمله گوش. مدت می بایدش لب دوختن، از سخن تا او سخن آموختن. ور ندارد گوش و تیتی می کند، خیشتن را گنگ گیتی می کند. کر اصلی کش نبود ز آغاز گوش،
لال باشد کی کند در نطق جوش. زانکه اول سمع باید نطق را، سوی منطق از رهی سمع اندرا. ادخلوا الابیات من ابوابها و طلب الاغراض فی اسبابها. نطق کان موقوف راه سمع نیست، جز که نطق خالقی به طعم نیست. مبدع است و تابع استاد نه، مسند جمله ورا اسناد نه. باقیان هم در حرف هم در مقال، تابع استاد و محتاج مثال. زین سخن گر نیستی بیگانه، دلق و اشک گیر در ویرانه. زان که آدم زان عتاب از اشک رست، اشک تر باشد دمی توبه پرست. بهر گریه آمد آدم بر زمین، تا بود گریان و نالان و حزین. آدم از فردوس و از بالای هفت، پایماچان از برای اوز رفت. گر ز پشت آدمی و از صلب او، در طلب می باش هم در طلب او. ز آتش دل واب دیدن نقل ساز، بوستان از ابر و خورشید است باز. تو چه دانی ذوق آب دیدگان، عاشق نانی تو چون نادیدگان. گر تو این انبان زینان خالی کنی، پر ز گوهرهای اجلالی کنی. طفل جان از شیر شیطان باز کن، بعد از آنش با ملک انباز کن. تا تو تاریک و ملول و تیره، دان که با دیوی لعین همشیره. لقمه که نور افزود و کمال، آن بود آورده از کسب حلال. روغن کاید چراغ ما کشد، آب خوانش چون چراغ را کشد. علم و حکمت زاید از لقمه حلال، عشق و رقت آید از لقمه حلال. چون ز لقمه تو حسد بینی و دام، جهل و غفلت زاید آن را دان حرام. هیچ گندم کاری و جو بردهد، دیده ای اسبی که کره خردهد. لقمه تخم است و برش اندیشه ها، لقمه بحر و گوهرش اندیشه ها. زاید از لقمه حلال اندر دهان، میل خدمت عزم رفتن آن جهان. بازگفتن بازرگان با طوطی آنچه دید از طوطیان هندوستان. کرد بازرگان تجارت را تمام، باز آمد سوی منزل دوست کام. هر غلام را بیاورد ارمغان، هر کنیزک را ببخشید اون نشان. گفت طوطی ارمغان بنده کو، آنچه دیدی و آنچه گفتی بازگو. گفت نه من خود پشیمانم از آن، دست خود خایان و انگشتان گزان. من چرا پیغام خام از گزاف، بردم از بیدانشی و از نشاف. گفت ای خواجه پشیمانی زی چیست، چیست آن کین خشم و غم را مقتضی است. گفتم آن شکایت های تو، با گروه طوطیان همتای تو. آن یکی طوطی ز دردت بوی برد، زهرش بدرید و لرزید و بمرد. من پشیمان گشتم این گفتن چی بود، لیک چون گفتم پشیمانی چی سود. نکته کان جست ناگه از زبان، همچو تیر دان کان جست از کمان. و نگردد از رهان تیر ای پسر، بند باید کرد سیل رازی سر. چون گذشت از سر جهان را گرفت، گر جهان ویران کند نبود شگفت. فعل را در غیب اثرها زاده نیست،
وان موالیدش به حکم خلق نیست، به شریک جمله مخلوق خداست. آن موالید ارچی نسبتشان به ماست. زید پرانید تیر سوی امر، امر را بگریفت تیرش همچون نمر. مدتی سال همی زاید درد، دردها را آفریند حق نمرد. زید رامی آن دمر مرد از وجل، دردها می زاید آنجا تا اجل. زان موالید وجع چون مرد او، زید را زول سبب قتال گو. آن وجعها را بدو منصوب دار، گرچه هست آن جمله صنعی کردگار. همچنین کشت و دم و دام و جماع، آن موالید است حق را مستطاع. اولیا را هست قدرت از اله، تیر جسته باز آرندش زیرا. بسته درهای موالید زین سبب، چون پشیمان شد ولی زان دست رب. گفته ناگفته کند از فتح باب، تا از آن نه سیخ سوزد نه کباب. از همه دلها که آن نقطه شنید، آن سخن را کرد محو و ناپدید. گرد برهان باید و حجت میها، بازخوان من آیت او ننسها. آیتی انسوکم و ذکری بخوان، قدرتی نسیان نهادنشان بدان. چون به تذکیر و به نسیان قادرند، بر همه دلهای خلقان قاهرند. چون به نسیان بست او راه نظر، کار نتوان کرد ور باشد هنر. خلتم و سخریتن اهل السمو، از نبی خانه تا انسوکمو. صاحبی ده پادشاه جسم هاست، صاحبی دل شاه دلهای شماست. فرع دید آمد عمل به هیچ شک، پس نباشد مردم الا مردمک. من تمام این نیارم گفت از آن، من می آید زی صاحب مرکزان. چون فراموشی خلق و یادشان، با وی است و او رسد فریادشان. صد هزاران نیک و بد را آن بهی، می کند هر شب ز دلهاشان تهی. روز دلها را از آن پر می کند، آن صدفها را پر از دور می کند. آن همه اندیشه پیشانها، می شناسد از هدایت جانها. پیشه و فرهنگ تو آید به تو، تا دری اسباب بگشاید به تو. پیشه زرگر به آهنگر نشد، خوی آن خوشخو به آن منکر نشد. پیشه ها و خلقه ها همچون جهیز، سوی خصم آیند روزی رستخیز. پیشه ها و خلقه ها از بعد خواب، واپس آید هم به خصم خود شتاب. پیشه و اندیشه ها در وقت صبح، هم بدان جا شد که بود آن حسن و قبح. چون کبوترهای پیک از شهرها، سوی شهر خیش آرد بحرها. شما محفل ادبی را با افتخار 800 سالگی مولانا محمد جلال الدین بلخی شنیدید. تهیه‌گر خیرالله ابراهیم، یاوری تهیه‌گر ایرج میرزا علی، منظم آواز برنای نظام، محرر عبدالقادر عبدالقهار. خانه آباد باشید.